بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سال جدید سال 1403 بهار طبیعت الله تعالی برای همه ملت ایران مایه خیر و برکت بگرداند. امیدواریم که ملت ایران در سال جدید تمام مشکلاتش را پشت سر بگذارد و سال بسیار خوب و آباد داشته باشد. الحمدلله ملت شریف و مردم خوب ایران زمین امروز به بیداری کامل رسیدند. در تمام ملت ایران الحمدلله زن و مرد و پیر و جوان، همه اقوام ایرانی، مذاهب، ادیان، محبت پیدا شده، همبستگی پیدا شده است. همین محبت و همبستگی هم نتیجه بیداری که در این ملت آمده است. برای همه ملت عزیز و سربلند ایران آرزوی سلامتی و توفیق را دارم.